سلام دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو دیگه از کانالمون. من میخوایم تو این ویدیو بتل پس های دوره برگشتی رو بزنیم. بتل پس کنونی رو زدم، الان چند دقیقه پیش سی پیم شارژ شده، 80 تا سی پی شارژ کردم. من میخوام برم بتل پس های قدیمی رو بزنم. بذار بریم از اینجا. نم بتل پس های قدیمی یه دونه اچ اسکلیتی رو 100% میزنم. بزنیم اینو. حالا واقعا گناش خوشگله، کاراکترهای اچس هم واقعا خوشگلن. آپگرید کنیم همه شو یه جا. حال ندارم تک به تک اچس رو داد. واقعا خوشگلن گناش و کاراکتراش. اینم از اچس اسکلتی. واقعا خیلی از کال آف پریرا واقعا خوشحالم به دلیل برگشت این گان خوب و قشنگ. کاراکتراش چقدر خوشگلم. این از این بتل پس که زدیم. یعنی خواستم این بتل پس رو بزنم بیشترش به خاطر این اسکین و این و اینم کاپیتان پرایس. اینم بریم بزنیم. چقدر خوشگلن. CR Max اپیکش هم خوبه. بریم که آپگریدش کنیم. همه شویت آپگرید میکنم. کاراکتر فوق‌العاده. گانا هم واقعا خوشگلن. واقعا تو این سن هرچی بتل پس بود فوق‌العاده بودن. هم گاناش هم کاراکتراش. چه بتل پس برگشتی بگیم چه بتل پس های این دوره. آرناینش چقدر خوشگله. خب اینم زدیم. یدنم تو این بخواستم گیر رو بزنم، بعد از این دیگه نمیزنم. سی پی هم یدنه باز 80 دور باید شارژ کنم تا یدنم بتل پس رو باز بزنم. سیزن بعدی بتل پس اصل رو دیگه میزنم. بتل پس برگشتی نمیزنم. داد بهم کاراکترشو HPR این بتل پس هم به نظر من بزنه خوبه. توی گاناش یه دونه دیگه هست خیلی فوق‌العاده است. اتچمنتش هم خوبه. یه دونه مکتن است. مکتنش هم خوشگله. واقعا خوشگله. اینم آپگرید کنیم. همشو با هم 80 تا بدیم به این. اسکیناش ولی نیسته اونقدر تعریف نداره به نظر من. این بتل پس اونقدر باحال نیست اسکیناش. R9 پارکتیه این اسمش. دنسش ولی خوبه. واقعا خوشگله دنسش. DLQ چقدر خوشگله. اسکیناش گفتم مثلا خوب نیستن. اینم کیلو 141ش. این اسکینش هم یکم بد نیست. و مکتنش واقعا فوق العاده است. خوبه. بعد تمام بذار برم DLQش هم بچینم. شرمنده دیگه داشت موندی تو سیزن قبلی. اینم دایمندش خیلی خوشگله واقعا. کلا که خوشگله. سادش واقعا خوشگله. وقتی هم که دایمند میکنه خوشگل تر میشه. من این دیل بلک مارکت هم دارم. 2-3 سین قبله. خب بچه امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. ممنون میشم کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها ما رو لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار شما.